ای پدر. برای سرداری مغنیان در شأن صفق صبح ترانه داوود. خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ از نجاتم و از سخنان فغانم دور هستی. ای خدای من، روزانه میخوانم و مرا اجابت نمی کنی، شبانه نیز و مرا آرامی نیست. ولی تو ای قدوس بر حمد و ثناهای اسرائیل نشسته ای. پدران ما به تو توکل میکردند و آنها را رهایی میدادی. سوی تو فریاد میکشیدند و خلاصی میافتند. و تو توکل میکردند و خجل نمیشدند. ولیکن من کیرم هستم و نه آدمی زاد. ننگ مردمان هستم و نفرت زده قوم. هر کی مرا بیند تمسخر میکند، لب میکشایند، سر میجنبانند. و خداوند توکل کرده بود او را رها کند. اگر دل خواهش باشد او را نجات دهد. اما تو مرا از شکم بیرون آورده ای، بر پیستان مادرم ایمن داشته ای. از بطن بر تو پرتافته شدم. از شکم مادرم تو خدای من هستی. از من دور نباش، زیرا که تنگی نزدیک است و مددگار نیست. گاوان بسیار مرا احاطه کردند. گاومیشان باشان دور مرا گرفتند. دهان خود را بر من باز کردند، مثل شیری که می‌درد و نعره می‌زند. مثل آب پاش خوردم. همه استخوان‌هایم از هم جدا شده است. دلم چون موم گردیده، اندرون امعایم گداخته شده است. قوتم مثل سفال خشکیده است. زبانم به کامم چسبیده است و مرا بر خاک ممات نهاده ای. زیرا که سگان مرا احاطه کردند. توده بدکشان گرد مرا همچون شیر گرفته، دستها و پایهایم را مجروح کردند. همه استخوان‌هایم را می شمارم، لیکن آنها تماشا کنان از من نقار می گیرند. سر و لباس مرا در میان خود تقسیم می کنند و بر پیراهن من قرعه می پرتایند.